گفتم برای چی؟ گفت مدیون مردم نشه. آقا همیشه گفتن از بزرگترت 4 تا چیز یاد بگیر، یعنی حرف بزرگترت رو گوش بده. یه روز یه مشتری اومد مغازه ما، علی آقا یه شقه گوش بهش داد. یادت هم علی؟ یه شقه گوش بهش داد و بعد علی آقا به علی آقا گفت دور و بر گوشتامو بگیر و چلو گوشتیمو سوا کن و خورشتیمو سوا کن و آب گوشتیمو سوا کن. همه این کارا رو علی آقا انجام داد براش. بعد رسیدیم به مرحله‌ای که دور گوشتش رو گرفته بودیم و می‌خواست با گوساله‌اش شخ کنه. خب یه 3 کیلو هم گوساله بهم بدید که با دور این گوشته ما چرخ کنیم. بعد علی آقا باشه. بشین. علی آقا اومد چیکار کرد؟ این گوساله ها رو هم خورد کرد با این دور و بر گوسفندیه، همه رو ریخت تو این ظرفه. بعد من برداشتم این ظرفو اومدم خالی کنم توی چرخ. علی آقا اینجوری دستمو گرفت گفت وایسا. گفتم علی آقا برای چی؟ گفتش که اول باید این گوشت رو با این ظرف بذاری روی ترازو بکشی. گفتم علی آقا برای چی این کارو میکنم؟ این بنده خدا فیشش هم بهش دادم، کاغذ خریدش هم بهش دادم، برای چی میکشم؟ دوبار من میخوایم مردم پول بگیریم، الان بذارم رو ترازو مشتری یه ذره چیز میشه. گفتم نه خیر، شما این گوشت رو میکشی، گوشتی که داخل این ظرف رو میریزی رو با ظرفش میکشی، با خود ظرفش مثلا میگی این گوشت شده 5 کیلو، با ظرفش شده 5 کیلو. حالا ما کاری نداریم این گوشت خالصش چقدره، ما میگیم آقا مثلا گوشتی که داخل این ظرف ریختی با ظرفش شده 5 کیلو و نیم. شما میای گوشت رو خالی میکنی برای مشتری، چرخ میکنی، بعدی که چرخ کردی دوباره میذاری رو ترازو، اگر کم باشه از چرخ رو روشن میکنی کمش رو میریزی، اگر زیاد بهش چرخ کرده باشه زیادش رو برمیداری. یعنی زیاد نیست، کم یا زیاد نمیشه. گفتم برای چی؟ گفت مدیون مردم نشه. گفتم واقعا من عقلم به اینجا نرسیده بود. من همیشه خودم گوسفند رو برای مشتری درست میکردم، چرخ کردهشو همه چی رو میریختم رو هم، میریختم بالا و چرخ میکردم میدادم میرم. حالا نمیدونم مدیون میشدیم نمیشدیم، خدا میدونه. من تجربهش نداشتم دیگه، این تجربه رو از این مرد یاد گرفتم. یعنی این مرد اومد این حرکت رو من یاد داد و اینکه خیلی از این کار علی آقا خوشم اومد. اونجا فهمیدم که علی آقا کل زندگیشو با صداقت زندگی کرده. یعنی یه آدمی که بیاد به من بگه آقا قبلی که گوشتی که مشتری رو میخوای چرخ کنی بکش که بفهمی چی خریدی، چی خریده، چی دادی بهش، چی گرفتی ازش. درستش به نظر من این کاریه که علی آقا میکرد. حالا یه موقع است مشتری میاد میگه آقا 2 کیلو چرخ کرده، اون بحثش سواه. درسته؟ میای آقا 2 کیلو گوشت رو میکشی، اصلا نمیکشی، درست میکنی، چرخ میکنی، 2 کیلو به مشتری گوشت رو میفروشی. یه موقع است یه مشتری میاد گوشتتو ازت میخره، تو موظفی دور گوشت که وقتی پاک میکنی دور این گوشت خده داره، رگ داره، درست علی آقا، پوست داره، دور ریختنیاشو میریزی دور، گوسالت رو میاری با گوسالت چرخ میکنی، قبلش هم میکشی که خدای نکرده مدیون کسی نشه. این بزرگترین چیزی بود که من تو این سیستم یاد گرفتم که واقعا از علی آقا ممنونم که همچین چیزی رو به من یاد داد. میگن قصابی یه شغلیه که همیشه باید این کفه ترازوت، عقربه ترازوت یه ذره بالاتر باشه برای مشتری. چرا؟ چون ضرر نداره. کم ندین، زیاد بفروشیم، کم به مشتری ندین. زیادش مهم نیست، زیادش این که خودم هستم یا میگم دلم رضاست خدا بهت برکت بده میبری، یا از تایید نارضام آقا یه سلسشو یه نیمشو یه سانتشو برمیدارم. اینه که میگن توی هر کاری صداقت داشته باشی اون کار گردونش خوب میچرخه. من اینکه بازم میگم 100 بار دیگه هم میگم 1000 بار دیگه هم میگم از این پیر قصاب خیلی چیزا یاد گرفتیم. حالا دونه دونه‌شو میذارم ببینید. خدا بهتون سلامتی بده ان شاءالله. بزرگترین چیزی که یاد گرفتم همین بود که
گوشت مردم رو اول باید بکشم، بعد چرخ کنم، بعد همون وزن رو تحویلش بدم. در غیر این صورت اگر این کار رو ما نکنیم خودمون رو مدیون کردیم. ایشالله که همه تو هر شغلی که دارن کارشون صادقانه باشه، به مشتری اطراف نشه، زندگیشون هم 100 برابر باشه. یعنی اون صادقانه، درست علی آقا، زندگی رو 100 برابر خوشگل میکنه. علی آقا بازم ازت ممنونم. به افتخار علی آقا که پیر قصاباست، به افتخار شما که این فیلم رو دیدید، هم حمایت کردید از این مرد بزرگ، هم از من. خیلی ازتون ممنونم. به افتخارتونم میزنم خوشگلم. خدا برکتتون بده.